پارافین مایع یکی از پارافین هایی که توی شمعسازی کاربردهای مختلفی میتونه داشته باشه. این پارافین حالا یکی از کاربردهای اصلیش اینه که به عنوان خود پارافین مایع شما توی ساخت شمع استفاده کنید. مثلا یه سری ظرفایی هستن که میتونید داخلش گل خشک و آیتمای تزیینی مثل دارچین و اینا بریزید، داخلش پارافین مایع بریزید و یه فتیله زخم داخلش بذارید و روشن کنید. ولی پارافین مایع رو شما میتونید توی ترکیب با پارافین‌های دیگه هم به کار ببرید. مثلا برای ساخت شمع‌های قالبی به تنهایی که خب قطعا نمیتونید از پارافین مایع استفاده کنید چون حالت مایع داره، ولی میتونید با پارافین جامد ترکیبش بکنید. اگر پارافین مایع رو با پارافین جامد برای ساخت شمع قالبی ترکیب کنید مثل پارافین 1% سنگین، باعث میشه که خروجی کار شما یه حالت صافتری داشته باشه. مثلا برای درست کردن شمع‌های تزیینی یا مجسمه‌ای که شما میخواید جزئیاتشون به خوبی دیده بشه، خیلی خوبه که پارافین مایع رو توی ترکیب با اون پارافین جامدی که دارید برای ساخت اون شمع استفاده میکنید ترکیب کنید و ازش استفاده کنید و خروجی نهایی کار رو ببینید که چقدر متفاوت میشه، که البته خیلی از شمعسازا از این ترکیبات بیخبر هستن و پارافینیه که همه نمیدونن که چجوری باید ازش استفاده کنن. یکی دیگه از کاربردهای پارافین مایع که فیلم آموزشیشو توی کانال آموزش رایگانمون تو تلگرام براتون گذاشتم، ساخت شمعایی هستش که مثلا آموزش شمع آسمون رو ببینید که ما برای اینکه دیواره شمعمون مثلا ستاره ها به دیواره شیشه بچسبن از چسبی استفاده نکردیم. از پارافین مایع رو به دیواره های مثلا شیشه میتونید بزنید، روش آیتمای تزیینی مثل ستاره یا آیتمای ریز کوچیک دیگه بریزید روش، قشنگ یه حالتی به دیواره شمع آیتما میچسبن و بعد مثلا میتونید پارافین ژله‌ای رو بریزید داخل شیشه‌تون و اون ستاره ها دیگه به دیواره شمع قشنگ فیکس شدن و وقتی شما از بیرون شمع نگاه میکنید اون تزیینات قشنگ روی دیواره قرار گرفتن و این هم یکی دیگه از کاربرداش. جالبه بدونید که برای افزایش زمان سوخت هم پارافین مایع کاربرد داره، یعنی شما وقتی که توی ترکیبات پارافینتون یه مقدار پارافین مایع هم اضافه کنید باعث میشه که زمان سوخت شمعتون بیشتر بشه. و یکی دیگه از کاربردهای خیلی ویژه‌اش اینه که برای اینکه رایحه شمع بیشتر پخش بشه برای ساخت شمع‌های معطر شما میتونید ازش استفاده کنید. البته که باید نسبت درستی ازش رو استفاده کنید که نسبتش هم تقریبا 1/3 یا 1/4 کل ترکیبات پارافین که مثلا شما کل ترکیبات پارافین و اسانس رو شما دارید، بعد میزان 1/3 یا 1/4 از اون ترکیب پارافین مایع بهش اضافه بکنید. مثلا اگر کل میزان پارافین و اسانس با هم شده 120 گرم، شما میتونید 30 الی 40 گرم پارافین مایع هم بهش اضافه کنید. از این میزان بیشتر نباید بشه به خاطر اینکه خود دیگه این حالت مایع داره و خروج کارتون اوکی نمیشه. دیگه کمتر از 1/4 هم نباید بشه که بالاخره نتیجه مطلوب رو شما ببینید. و اینکه اگر میخواهید که شمع شما شعله یک نواختری داشته باشه و دوده و این موارد رو نداشته باشه، پارافین مایع خیلی اوکی هستش برای این کار. کلا پارافین مایع باعث کاهش دوده و شعله یک نواختر شمع میشه و کیفیت سوخت شمع رو خیلی خیلی بهتر میکنه. مرسی که توی این آموزش همراه هم بودید. اگر هنوز سابسکرایب نکردید حتما عضو کانال یوتیوبمون بشید و همه فیلم‌ها رو هم لایک بکنید.